سلام و درود. تو این ویدیو میخوایم درباره بزرگترین سازه کروی جهان که در لاس وگاس واقع شده و به تازگی ساخته شده حرف بزنیم. این سازه با نام MSG اسفیر با ارتفاع 112 متر، عرض 157 متر و مساحتی برابر با 81300 متر مربع بزرگترین سازه کروی جهان است. داخل این کره یک نمایشگر بزرگ با کیفیت 16 کی وجود داره که بالاترین کیفیت نمایشگر در جهانه و اندازه اون معادل با 4 زمین فوتباله. همچنین بیرون این کره با 500,000 نمایشگر 2K پوشیده شده که میتونه هر نوع محتوایی رو نشون بده. MSG اسفیر با قیمت 2.3 میلیون دلار ساخته شده و برای نمایش‌های ورزشی، رویدادهای تفریحی، کنسرت‌ها و فیلم‌ها استفاده میشه. این سازه دارای 168,000 اسپیکر و 18,000 صندلیه. ایده ساخت این سازه تجربه واقعیت مجازی بدون استفاده از هدست بودش و اسپیکرهای اونطوری طراحی شدن که وقتی داخل اون باشید انگار هدفون روی گوشتون گذاشتید. علاوه بر این کره میتونه 18,000 نفر نشسته و 20,000 نفر ایستاده رو داخل خودش جا بده. جالبه که سیستم تهویه هوای این سازه توجه ناسا رو جلب کرده و ناسا هم از این تکنولوژی استفاده کرده. ساخت این کره از سال 2018 شروع شده و شرکت سازنده اون چهارمین شرکت معماری بزرگ جهانه. همچنین این سازه دارای یک زیرزمین به مساحت 5,000 متر مربع که برای ساخت اون 84,000 متر مکعب خاک برداشتن و 9,500 تن فولاد برای نگه داشتن سقف 11 تنی استفاده شده. همچنین قراره یه فیلم توی این سازه اکران بشه که دوربینی با کیفیت 18K و 316 مگاپیکسل برای اون استفاده میشه و حمل دوربین اون نیازمند به 12 نفر است. این فیلم 500 ترابایت حجم داره. خب ویدیو تموم شد. ممنون که تا اینجا همراهمون بودین. تو کانال خودم درباره فکت ها، دانستنی ها و داستان های جالب صحبت میکنم. اگه علاقه‌مند به این موضوعات هستی به کانالم سر بزن.